سلام. وقتی صحبت از آب مجازی میشه به دو اصطلاح آب سبز و آب آبی برمیخوریم. تعجب کردید؟ خب بذارید کمی ساده تر توضیح بدم. آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی آب آبی رو تشکیل میدن، در حالی که به رطوبت خاک در مناطق غیر اشباع آب سبز میگن. به عبارت دیگه کشاورزی دیم از آب سبز تغذیه میکنه، در حالی که کشاورزی آبی از آب آبی مهار شده سیراب میشه. منشأ آب آبی و آب سبز بارندگیه. در حدود 61% از نزولات آسمانی به آب سبز و مابقی به آب آبی تبدیل میشه. کارشناسان معتقدند با صادرات و واردات کالا و محصولات حجم زیادی آب جابجا میشه که ازش به عنوان تجارت آب مجازی نام برده میشه. شاید وقت اون رسیده که از تولید بعضی محصولات مثل هندوانه که برای تولیدشون آب زیادی استفاده میشه و به لحاظ اقتصادی هم سود بالایی برای تولید کننده نداره چشم پوشی کنیم و منابع آب داخلی رو برای فعالیت‌های تجاری پرسود اختصاص بدیم. پس همیشه به یاد داشته باشیم که برای تولید هر کالایی میزان قابل توجهی آب مصرف میشه. با کاهش ضایعات و دورریزها الگوی مصرف آب را تغییر بدیم. در مصرف آب صرفه جویی کنیم. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران.